دوستان عزیز سلام، روز شبتون بخیر. تو جلسه قبل ما راجع به متحدان و دشمنان صحبت کردیم. من در انتهای اون مطلب گفتم که من به یاد ندارم دشمنی که متحد شده باشه، ولی خب بعدش فکر کردم دیدم که نه، الان با این وضعیتی که پیش اومده و این همه نشست و برخاست میشه، اسرائیلی ها خودشون رو دوست میدونن، در صورتی که اینها هیچ وقت دوست هیچ جماعت عرب و ایرانی نبودن. یاد اون نقشه کوچیکی که پشت اون سکه هست افتادم که این نقشه تا کجا پیش میره و همیشه متعجب اینم که چرا یه عده واقعا دارن طرفداری میکنن از اینکه این اتفاق بیفته که ما حمله بکنن و مردمی برای شادی بکنن. خب یه بخشش برمیگردن که زورمون ما به اینا نرسیده، اینا ما رو زیاد اذیت کردن. همون جوری که در اشل کوچیکش مثلا تو غزه خیلی اتفاقا میفته، من نمیتونم استوری بذارم به خاطر اینکه دوست ندارم اینا خوششون بیاد. نه، هر کاری که بکنم، یعنی ما هر کاری بکنیم که اینا خوششون بیاد دیگه انجام نمیدیم. یعنی اون معصومیتی که تو جلسه دوم تعریف کردم به این رفت دیگه، ما گول نمیخوریم. ولی خب با این وضعیت غزه من 10 بار دست به استوری خواستم بشم که راجع به مردم غزه بنویسم، ولی خب این کار نکردم به دلیل خوش آمده اینها. ولی خب این که خوشحال باشیم از اینکه یک کشور خارجی بیاد و ما رو بزنه، اصلا دیگه اشل خیلی بزرگی اصلا نداریم. فکر نمی‌کنم تاریخ ما داشته باشیم که ما ایرانی جماعت راضی باشیم به اینکه یک کشور خارجی بیاد کمک ما بکنه. این اصلا باحال نیست به نظر من. حالا امروز 30 شهریوره و سالگرد روزیه که سر حجاب منو زدن و خب راجع به دوستان و متحدان داریم صحبت میکنیم. اون موقع من خیلی هم دوستانی که فکر میکردم که میان توی خیابون نیومدن، خیلی اون کسی که فکر نمیکرد تو خیابون باشن تو خیابون، خیلی هم شانسی گرفتن، الان مدعی مبارزه و اینها دارن اومدن، خوش اومدن. اگر به جمع مردم اضافه شدن که خوش اومدن، ولی خیلی هستن که بیشتر دارن عداشو در میارن. خب اتفاقی که بر من افتاد این بود که من به یکی از دوستان رفتم و برای دفاع از یه خانومی، یه مأموری با گوشه بیسیم زد به چشم من و یادم که ساعت 6:30 بود توی سر بولوار کشاورز. تقاطع حجاب تا 10:30 نیمو گیج بودیم، یعنی من اینقدر گیج بودم که دیگه نداشتم کجا بیام. حالا اومدیم و دکتری برخی ازت دمش کردم، هیچ هزینه ای هم از ما نگرفت. گفت من تنها کمکی که میتونم بکنم اینه، اینکه هر کسی در جایگاه خودش بتونه کمکی بکنه به مردم. دیدیم که زمان جنگ هم اینجوری شد و مردم تا اونجا که میتونستن به مردم داشتن کمک میکردن، جا میدادن. یعنی در واقع بخوایم حساب کنیم که دولت مردم واقعا هیچ کارن، مردم هم دارن مردم میچرخونن. مثلا همچین چیزی رو من فکر نمیکنم که وجود داشته باشه. حالا بحث متحد و اینها بود و اینکه ما چه دوستانی داریم چه دشمنانی داریم. خب توی این مدت برای من خیلی مشخص شد. من فکر میکردم دوستانی دارم، ولی خب این دوستان فقط زمانهایی که مثلا مثل 25 شهریور میشه یا چیز میشه یه زنگی به من میزنن یا پیام میدن، فقط برای اینکه بدونن من کجا. بعدم فهمیدم که اصلا نیت اینا حال احوال پرسی من نیست. و اون دوستانی که بعد اون فاجعه چشم من دیگه اجازه ندادن، چون من 1 ماه و نیم نمیتونستم اصلا چیزی ببینم، اجازه ندادن که من برم بیرون. خب اونها نقش دوست رو برای من اجرا نکردن، اونها نقش در واقع دشمن رو اجرا کردن، چون 3 سال این ته دل من هست و آسیبی هم که به زانون و رباط صلیبی من رسید بخشی از اون بود. و اینکه رومون نمیشد بگیم که همچین اتفاق بر ما افتاده. یک به خاطر این بود، یک به خاطر سرطان پدرم بود که مجبور بودم رو نکنم و
ولی خب بیشترش با خاطر این دوستانی بود که تو حبس بودن، مثلا روش نمیشد بگی که مثلا من مثلا بعد اینجوری شد. در صورتی که باید من میرفتم شکایت میکردم، قانونی هم شکایت میکردم و که آقا این اتفاق افتاده. انشالله به جایی برسیم که مردم تو کشور خودمون بدون اینکه بخوان به خارج شکایت بکنن، داخل ایران به راحتی بتونن شکایت بکنن که آقا اینجوری شده، شما من آسیب زدید اینجوری و توی اون بخش آزمون ها و متحدین سفر نویسنده یه سری آزمون ها هست که والا این آزمون ها رو هر قهرمانی باید طی بکنه تا برسه به اون شمشیری که تو سفر نویسنده میگه. یعنی وقتی که این شمشیر رو به دست میاره، وقتی که برمیگرده و به زندگی خودش برمیگرده، دیگه اون آدم سابق نیست. شاید به همون مکان و همون روستا و همون شهر برمیگرده، با همون خانواده دوباره میخواد زندگی بکنه، ولی دیگه این آدم اون آدم سابق نیست. توی کانتور هم که گفتیم شهادت، حالا شهادت میتونه که ضمنی باشه، میتونه مضمونی باشه و میتونه واقعی باشه، طرف بمیره آخر قصه. ولی خب این فناه منو یاد بقای بعد از فنای سیمرغ انداخت. حتی خب یه مرحله بیشتری داره نسبت به این که در نهایت وقتی که طرف به فنا میرسه بعدش به بقا میرسه. حالا داستان عطار رو هم بخوایم مرور کنیم، 30 تا مرغ جمع شدن، سرور هدهد نمیدونم و جمع شدن، اینا اومدن حرکت کردن به سمت کوره و اونجا تبدیل به سیمرغ شدن. حالا یک نکته جالبی که بخوام بگم اینه که کانتور میگم 22 تا مرحله داره و از این 22 تا مرحله 32 تاشو شاهنامه فردوسی داره. این یکی از استادان ما گفت. منو یاد سریال قورباغه انداخت که گفت میدونستی مایکل جکسون بچه کرج داره. ما ایرانی هم عادت داریم میبینیم هر کسی مثلا مشهوره میمیرن، ولی در واقع اینه که دلیل موندگاریه اصلا شاهنامه به نظر من اینه که قصه گوی فوق‌العاده، یعنی قصه های شاهنامه که شاهنامه رو نگه داشته. همونطور که مولانا میبینیم که در بعضی جاها اصلا به عروض و قافیه اهمیتی نمیداد و مضمون براش در درجه اول و اون قصه براش مهمتر بود، چون اینا میدونستن که قصه و داستان موندگارتره. عطار سیمرغ هم به همین نحو. این که ما میبینیم که مردم دوست دارن بلاگرا رو پیگیری بکنن، قصهشون رو ببینن، همین میبینی طرف یه موبایل گذاشته تو آشپزخونه‌اش داره آشپزی میکنه، من پیاز ریختم فلان، همینجوری تعریف که میکنه شما دوست داری. این برمیگرده به ضمیر ناخودآگاه ما و به قول یونگ ناخودآگاه جمعی ما که اجداد ما در غارها نقاشی میکردن و مثلا میبینی طرف با نیزه با سنگ مثلا بوفالوی رو شکار کرده و این قصه گویی در ذات ما و در ضمیر ناخودآگاه ما و در ناخودآگاه جمعی ما هست. حالا بعدها که من به دوستانی که ابزار و تجهیزات لازم رو برای تبلیغ ندارن و میخوام موبایل خودشون رو ضبط بکنن، من این سر توضیحات میدم. یه بخشش همه قصه گوییه، چون مردم واقعا قصه رو دوست دارن و دوست دارن که قصه بشنون، مثل همین بلاگری که گفتم، مثل اینکه خیلی موقع میبینیم جمهور رو 10 بار پخش میکنن و عموم مردم این رو میبینن، نه میزانسن داره نه بازیگری داره، قصه داره و حالا لوکیشن خوبم داره، لباس خوبم داره. خب این رنگارنگ بودنه باعث جلب میشه. خب یوزارزی دارم اینجوره، عموم مردم دوست دارن بذارم میشینن نگاه میکنم پایتخت قصه رو دوست دارم. و خب این هم از تقریبا میشه گفت سفر نویسنده و کانتور رو جمع کردیم. میخوام یواش یواش بریم سمت کتاب های جان تروبی، کتاب آناتومی داستان.